کسی که خیانت میکنه باید تاوان پس بده. شوهرم باعث شد من و میلاد با هم آشنا بشیم. اون ضربه کارای خودشو خورد. من بی تقصیرم. سلام، به نامدارک خوش اومدید. پرونده عجیبی رو امروز براتون روایت خواهم کرد، مربوط به سال 1401 در شهرک جوادیه تهران. اینا هر دوشون مقصرن، اما از نظر شما بیشتر تقصیر کیه؟ این زن واقعا رفتارای عجیب و باور نکردنی داره. من همچنان میگم خیانت هیچ توجیهی نداره. برای شنیدن جزئیات این پرونده جنایی پیشنهاد میکنم حتما تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. میلاد پسر 30 ساله کاسب که به شغل قصابی مشغوله، در بازداشت پلیس وقایع رخ داده رو به این شکل توضیح میده. من 6 ساله که تو جوادیه تهران یه مغازه قصابی دارم. تو این محله کلی آبرو و اعتبار به دست آوردم. مردم بهم احترام میذارن. همه جور آدمی هم میاد مغازم. از همه اقشار مشتری دارم و از اونجایی که با مردم مستقیما در ارتباطم، از زندگی و رفت و آمدهای همه اهالی این محله باخبرم. و اینم دست خودم نیست، دیگه شغلم ایجاب میکنه. بالاخره باید بدونم دور برم چه خبره. کی با شوهرش مشکل داره، کی میخواد از زنش طلاق بگیره، کی کیو برد خونه، باید بدونم. اما حدود 4 سال پیش بود که مردی به نام احسان که حدوداً 35 سال سن داشت اومد این آپارتمان جلوی مغازه من رو اجاره کرد. این آقا از همون اول که اومد همه چیز شک برانگیز بود. تنها بودنش، که زن و بچه‌ای نداشت، با هیچ کس مراوده و سلام علیکی نداشت و از هیچ مغازه‌ای هم خرید نمی‌کرد. خب منم از اونجایی که یه مقدار خیلی کمی کنجکاو هستم باید میفهمیدم که این قضیهش چیه، این چرا اینجوریه. خیلی واسم سوال شده بود و از همه اهالی محل هم راجع به این مرد سوال می‌کردم. چند تا از مشتری‌های همیشگیم بهم گفتن که اصلا به ما چه ربطی داره میلاد جان، زندگی خصوصی خودشه، ما چی کار داریم؟ و منم در جواب گفتم نه بابا، این چه حرفیه؟ مگه میشه من سرم تو زندگی خودم باشه؟ باید بفهمم این بنده خدا داستانش چیه. از هر کسی هم راجبش میپرسیدم اصلا کلا هیچ کس نمیشناختش. خلاصه من از همون اول روی این بنده خدا زوم کرده بودم. رفتارهای عجیب و شک برانگیز این آدم به همینجا ختم نمیشد. چند روز بعدش دیدم 2-3 روز یه بار زنان و دخترانی رو با سنین مختلف میبره به خونش و بعد از 1 ساعت میاد بیرون. خیلی بهش مشکوک شده بودم. مطمئن بودم که آدم فاسدیه. میدونستم یه کاسه زیر نیم کاسشه، داره یه غلطایی میکنه. من باید یه حالی از این یارو بگیرم که دیگه به ناموس مردم نظر نداشته باشه. تا اینکه یه روز دیدم ماشینش رو آورده جلو مغازه من پارک کرده، به طوری که نمیتونستم وارد مغازه بشم. رفتم زنگ خونش رو زدم. اومد پایین. احسان خیلی بد و با عصبانیت با هم برخورد کرد. جلوی همسایه ها شروع کرد به فحاشی کردن به من. با هم دعوامون شد و منم شروع کردم به داد زدن و فحش دادن به احسان. کلی به هم بد و بیراه گفتیم. اون به خاطر جای پارک ماشینش و من به خاطر چیزایی که ازش میدونستم. آخرش میخواستیم با هم درگیر بشیم که همسایه ها جدامون کردن. از اون روز ازش متنفر شدم. گفتم باید انتقام سختی ازش بگیرم. تو محل آبرو واسش نمیذارم. چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه یه روز یه خانم جوانی اومد تو مغازم که گوش بخره. من تا حالا ندیده بودمش. بعد از اینکه گوش رو بهش دادم و هزینه‌اش رو پرداخت کرد، راجع به احسان ازم سوال کرد و گفت این آقایی که روبروی مغازه شما خونه اجاره کرده رو میشناسین؟ اسمش احسانه. چه جور آدمیه؟ گفتم شما باهاش نسبتی دارین؟ گفت نه هنوز. اومدیم واسه تحقیقات ببینیم چه جور آدمیه. و منم که ازش متنفر بودم و از فسادهای اخلاقیش هم خبر داشتم، گفتم حقیقتش چیزی که من میخوام بگم اون چیزی که دیدم، این چیزی که با چشای خودم دیدم. نمیخوام الکی خرابش کنم. حقیقتش این آقا زیاد آدم سالمی نیست، یعنی فساد اخلاقی داره. چند بار خودم دیدم که دختر میبره خونش. خلاصه‌شو بگم که آدم درستی و واسه زندگیتون انتخاب نکردین. حالا چون گفتیم بحث ازدواج و وصلت و این چیزاست من اینا رو دارم میگم، وگرنه که چیزی راجبش نمیگفتم، اصلا به من چه مربوطه. اما من حقیقت رو بهتون گفتم. یهو مبینا گفت احسان شوهرمه. اومدم اینجا ببینم داره چه غلطی میکنه. من از تعجب خشکم زد. 1% هم فکر نمیکردم زنش باشه. یعنی زن داشته و همچین غلطایی میکرده؟ لعنت بهش. و حالا بازپرس از مبینا همسر احسان میخواد که مسائل پیش آمده رو توضیح بده. مبینا میگه من و احسان 8 سال پیش به شکل سنتی اما عاشقانه با هم ازدواج کردیم.
عشق و علاقه‌ای که به احسان داشتم مهمترین دلیلم واسه ازدواج باهاش بود، چون پسر محترم و جنتلمنی به نظر می اومد و خانواده‌ش هم آدمای محترمی بودن. زندگی ما کاملا خوب پیش میرفت، هیچ مشکل خاصی وجود نداشت. یعنی عشقی که به هم داشتیم باعث میشد مشکلی رو نبینیم. 2 سال بعد از عروسیمون هم بچه دار شدیم. احسان عاشق دخترمون بود، اما بعد از اینکه بچه‌مون به دنیا اومد رابطمون خیلی سرد شد. شوهرم دیگه تمایلی نسبت به من نداشت و به جایی رسید که دیگه انگار فقط مجبور بودیم با هم زندگی کنیم، اونم فقط به خاطر دخترمون، نه به خاطر خودمون. باهاش حرف زدم، گفتم اگه مشکلی واسط پیش اومده بهم بگو، با هم درستش میکنیم. من دوستت دارم. ولی احسان میگفت چیزی نشده، من هیچ فرقی نکردم، مثل همیشه‌ام، منم دوستت دارم. ولی خیلی عوض شده بود، اصلا یه آدم دیگه‌ای شده بود. خیلی قصه میخوردم از اینکه میدیدم همسرم عوض شده ولی نمیتونستم کاری کنم، تا اینکه چند روز بعد از طریق گوشیش فهمیدم تو زمان بارداریم با یه زنی که سنش از من بیشتر بود دوست شدیم. همون لحظه از قصه مردم. باهاش دعوا کردم، باهاش قهر کردم. هیچی واسه یه زن بدتر از خیانت نیست. وقتی به یه زن خیانت میشه به همه چیزش توهین میشه، روحش، شخصیتش، زیباییش، همه چیزش میره زیر سوال. فکر میکنه هیچ ارزشی نداره. اما احسان اشتباهش رو پذیرفت، گفت که جبران میکنم. گفت تو دوران بارداری چون رابطمون کم شده بود از طریق اینستاگرام با این خانم دوست شدم، ولی فقط در حد پیام و تماس بوده، هیچ علاقه‌ای هم بهش نداشتم، فقط واسه وقت گذرونی بوده. من حرفاشو باور کردم، بهش اعتماد کردم، بهش حق دادم. گفتم اگه هر مرد دیگه‌ای هم بود شاید مرتکب این اشتباه میشد. دوباره تا یه مدتی احسان اخلاق و رفتارش خوب شده بود، ولی به مرور دوباره همون آدم مزخرف شد. نمیدونم چه مشکلی داشت. من تو خونه هیچی واسش کم نمیذاشتم و رسید به جایی که احسان گفت میخوام یه جایی رو اجاره کنم که کارای نقشه کشی و طراحیم رو اونجا انجام بدم. خونه خودمون کوچیکه، نمیتونم. میخوام یه جایی رو بگیرم که مستقل باشم و کارم رو به صورت حرفه‌ای انجام بدم. آخه احسان مهندس عمران بود و کارای نقشه کشی ساختمون رو انجام میداد و منم باهاش مخالفتی نکردم، تازه تشویقش هم کردم که این کارو بکنه تا تو کارش پیشرفت کنه و حال و روزش بهتر شه. خلاصه رفت نزدیک خونمون یه آپارتمان اجاره کرد و اونجا مشغول به کار شد و دیگه بیشتر طول روز رو اونجا بود. من فکر میکردم که داره اونجا کار میکنه، اما وقتی رفتاراشو دیدم، سرد بودنشو دیدم، بی‌محلیاشو دیدم، بهش مشکوک شدم. گفتم باید برم اونجا ببینم چه خبره. برم به صورت ناشناس از یه همسایه‌ای، مغازه‌داری، کسی تحقیق کنم ببینم احسان اونجا چی کار میکنه. وقتی رفتم اونجا میلادو دیدم که مغازش دقیقاً روبروی آپارتمان احسان بود. گفتم چه کسی بهتر از میلاد که قطعاً تو این مدت احسانو دیده. و وقتی با میلاد صحبت کردم همه چی رو فهمیدم که احسان چه حیوونیه. فهمیدم بعضی از ما زنا چقدر احمقیم که به همچین آشغالایی اعتماد میکنیم و دل میبندیم. یه روز که تو همون منطقه داشتم پیاده راه میرفتم، میلاد با ماشینش از کنارم رد شد. وقتی منو دید ایستاد و سوارم کرد که منو به مقصدم برسونه. توی مسیر بازم راجع به همین موضوع با هم صحبت کردیم. بهش گفتم میخوام یه درس حسابی به شوهرم بدم، حالشو میگیرم، باید بفهمه خیانت چه عواقبی داره. آخه تو از بچت خجالت نکشیدی گراز وحشی؟ میلادم گفت آره باید انتقام بگیری، ولی اینکه چه جوریشو حالا باید با هم فکر کنیم. ارتباط من و میلاد کم کم با هم بیشتر شد، حتی با هم صحبت‌های خصوصی هم داشتیم. اما این از قصد بود، من نمیخواستم به شوهرم خیانت کنم. به خاطر رفتارهای شوهرم، به خاطر خیانت‌های شوهرم بود که از لج او این کارا رو میکردم و با میلاد ارتباط داشتم. اما به نظر من قربانی اصلی این ماجرا اون بچه بیچاره است. چه پدر و مادر دستگلی واقعا. حالا از یه طرف مبینا به خاطر خیانت‌های شوهرش ازش متنفر بود و میخواست انتقام بگیره، از اون طرف هم میلاد به خاطر اون قضیه درگیری و چیزایی که از احسان دیده بود میخواست ازش انتقام بگیره. یعنی در واقع احسان شدیداً از نظر جانی در خطر بود. عزیزم ممنون میشم همین الان ویدیو رو لایک کنی و عضو کانال تلگرام نامدارک بشی. مرسی. وقتی دیدم احسان دست از کارش بر نمیداره، بازم از لج اون به میلاد حرفای عاشقانه میزدم. میلادم کاملا تحت تأثیر حرفای عاشقانه من قرار گرفته بود و به هم وابسته شده بود. میخواست هر جور شده احسان رو از زندگی من حذف کنه تا به من برسه. اما میلاد نقشه عجیبی داشت. اون از من خواست کلید خونه مجردی احسان رو از جیبش بردارم و یکی از روش بسازم. اما چجوری؟ احسان هر روز به اون خونه رفت و آمد میکرد. باید یه فرصت مناسب پیدا میکردم. احسان قرار بود 2 روز بره قم مأموریت.
به نظرم بهترین فرصت بود واسه اینکه کلیدو از جیبش برمی داشتم و میرفتم یه دونه از روش میزدم و همین کارم کردم. وقتی احسان برگشت کلیدشو وصل کردم به جا کلیدیش و احسانم اصلا نفهمید که من کلیدشو برداشتم و بعد هم کلید کپی شده رو به میلاد دادم. حالا قرار بود میلاد چیکار کنه؟ قرار بود میلاد و رفقاش برن خونه احسان، کتکش بزنن به حدی که از کاراش پشیمون شه و بفهمه که خیانت کردن خیلی کار بدیه. میلاد میگه من و دوستم زمانی که میدونستیم احسان به خونه مجردیش میره، از 1 ساعت قبلش با استفاده از کلیدی که مبینا بهم داد رفتیم داخل خونه و تو یکی از اتاقا مخفی شدیم. ساعت 4 بعد از ظهر بود که احسان در خونه رو باز کرد، اومد داخل و رفت کتشو انداخت رو مبل و خودش هم رو مبل دراز کشید. بهترین موقعیت بود و من و دوستم بلافاصله رفتیم سراغش. احسان از دیدن ما غافلگیر شد. تا میخواست بره سمت آشپزخونه که چاقو برداره، دوستم گرفتش و انداختش رو زمین و من با چاقو ضربات متعددی به شکم و سینه احسان وارد کردم و چند لحظه بعد که احسان غرق در خون شده بود فوت شد. من و همدستم سریع از اونجا رفتیم بیرون و فرار کردیم، اما همسایه ها متوجه کشته شدن احسان شدن و به پلیس گزارش دادن و پلیس هم با بررسی دوربین های مداربسته خیلی سریع تونست میلاد و همدستش رو دستگیر کنه. مبینا گفت من از میلاد نخواستم که احسان رو بکشه، فقط گفتم یک گوشمالی بهش بده. اون با تصمیم خودش این کارو کرد، هیچ ربطی به من نداره. و در دادگاه فقط میلاد به قصاص محکوم شد. به نظر من مقصر اصلی این پرونده اول آقا میلاد هست که با فضولی ها و کنجکاوی هاش این پرونده رو به سمت و سوی برد که دلش میخواست، و در درجه دوم مقصر احسان بود که خیانت کرد، که خیانت هم هیچ توجیهی نداره. و بعدش تقصیر مبینا بود. شما هم تو بخش کامنت ها نظرتون رو واسم بنویسید. دوست مهربانم، بعد از اینکه کانال رو سابسکرایب کردی لطفا این ویدیو رو تماشا کن. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.